درود به روی ماه زیبارویتان. خیلی خوش اومدید به اولین بازی. بالاخره ویدیو اولین بازی رو هم بارگذاری کردیم. همونجور که گفتم یه بازی دوستانه داریم با بایر مونیخ. میدونم بازی سختیه ولی خب دیگه بالاخره این بازی رو گذاشتم. بچه همونجور که گفتم ما 2 تا فصل رو بازی کردیم. فصل اول که خب تیم ضعیفی داشتیم، فصل دوم تا قهرمانی رفتیم. بازی آخر به خاطر فکر کنم اختلاف امتیاز 2 امتیاز 1 امتیازی نفت تهران قهرمان شد و ما دوم شدیم متاسفانه. حالا بریم که این بازی دوستانه رو داشته باشیم. منتهای مراتب اینم بچه‌ها بگم ببینید این بازی قراره برامون جذابیت داشته باشه. یعنی اینجوری نیست که ما همه تیم‌ها رو بخوایم ببریم. اونجوری دیگه چه جذابیتی داره. ممکنه باخت داشته باشیم، ممکنه یه سری جاها حتی مساوی از باخت بهتر جلوی تیم‌های بزرگ ما شاید نتونیم ببریم، شاید مجبور بشیم که حداقل مساوی رو بگیریم و تلاش برای مساوی داشته. حالا ما تلاش بر برد داریم حتما، ولی امکان داره که مثلا یه سری جاها برد نداشته باشیم. بچه‌ها قرار فکر کنید دارید فوتبال می‌بینید. فکر کنید شما اومدین دارید یه فوتبال زنده رو می‌بینید. هیجان داره دیگه. خودتون چجوری فوتبال می‌بینید؟ اینا همونه. عرض کنم خدمتتون که بریم رو صفحه بازی ببینیم که چی داریم. خب بچه‌ها همونجوری که می‌بینید بازی اولمون، حالا یا بازی بعدی که زده با بایر مونیخ داریم. تو ویدیو قبلی اسکواد رو دیدید و حالا بعد بریم ببینیم که چی داریم. من یه دقیقه برم تو ترکیب ببینم داستان چجوریه. خب آسمیر آودوکیش تو دروازه است، مساریچ و روبرتسا دفاعی وسط، یانسن دفاع چپ، کلک دفاع راست، قاسم حدادی فر هافک به اصطلاح دفاعی مونه، محمد رضا مامانی و رضا حقیقی هافکای وسط چپ و راست مونن، اردلان آشتیانی هافک نفوذی، عیسی تراوره و جواد کاظمیان هم مهاجمامون هستن که خب جفتشون رو من نوک گذاشتم دیگه. یعنی اینجوری نیست که بخواد یکیشون مهاجم سایه باشه، چون جفتشون قدرتاشون توی مهاجم نوک قدرت بیشتریه. حالا ما فعلا اینو گذاشتیم. حالا بریم ببینیم که چی داریم. فکر کنم بعد یه نکست بزنیم و بریم سر بازی بعدی. بله یا اول فاز اصلا این لوگوی بایر مونیخ رو که میبینم میگرخم به خودم به خدا. خب بله زده که یه بازی دوستانه دارید. بله ما میدونیم. فقط خدا کنه به خاطر قهرمان نشدن هم یه جوره گواردیولا مربیشونه. نویر تو دروازه است، بواتنگ، مارتینز، فلیبلام، آلابا، ژابی آلونسو، تییاگو، ریبری، روبن، دامی، سولانو. به نظرت ما از این تیم 6 تا کمتر میخوریم؟ بچه‌ها اگه باختم نخندین، نکنه برید دیگه. نه آقا بایر مونیخه سخته. من یه تیم اومدم تو ایران ساختم فلان جالا نمیشه دیگه. عرض کنم خدمت منورتون که بیریم ببینیم داستان چیه. ببین بایر مونیخ اول جهان ما 28م جام. چرا 28م جام؟ نتیجه خیلی خوب نگرفتم. چوری که 28م جام جالبه. بریم تو بازی ببینیم که چی داریم. بچه‌ها باختم نخندید تو رو خدا. خب گفتم پیرن اولمون خرابه، بعد از پیرن سوم که اونم قرمزه. بچه‌ها لباسمون قرمزه یا ابوالفضل اینم که خرابه که. خب بذار ما اصلا چه کاریه، ما سفید میپوشیم اونا قرمز بپوشن، دشواری نداریم که. یا ما سفید میپوشیم بله اونا قرمز بپوشن. پیرن سومشون چجوریه من ببینم. اونم مشکیه. عیب نره اصلا قرمز با بایر مونیخ دیگه قرمز بپوشه. من پیرهن و این پیرهنی که داریم میبینی بچا پیرهن پارساله. پیرهن پارسال که دارم میگم به وقت بازی دارم میگم. پیرهن فصل جدید و باز دوباره طراحی خواهیم کرد. یه نگاه دیگه من به ترکیب بندازم ببینم چیزی کم و کس نداشته باشیم. خب ایناش که اوکیه. من فقط موقع کورنرها 2 نفر نفوذ کنم، مثالی چو ساها. اوکی بریم ببینیم که چی داریم. دست من خیلی به این میکروفون میخوره بخدا، یعنی اصلا کلافم کرده بقول. بریم تو بازی ببینیم چی داریم. بازی هم در استادیوم آزادی تهران برگزار میشه همونجور که دارید میبینید. بریم تو بازی ببینیم که چی داریم. خب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم با بازی دوستانه
آفتاب سرخ ایران و بایر مونیخ و آلمان. صدای این گزارشگر رو باید میبستم که حالا نبستم و بازی زرد شروع شد، اصلا هیچ چیزی هم نداشت، تشریفات قبل بازی هم نداشت. قبلا داشت، خیلی عجیبه. من صدای این گزارشگر رو ببندم خیلی اذیت میکنه. گزارشگر اینهاشش مثلا 3 باشه که اگه دوستانی که خارجی دارن بازی رو نگاه میکنن هم ببین. آغاز بازی داریم توسط بچهای آفتاب سرخ در زمین خودی. سفیدپوشان آفتاب توپ در اختیار دارن و در زمین خودی پاسکاری رو دارن با هم دیگه. لاندرو مساریچ کار میکنه با رابرت ساها. دامیه کشته با اوه فرصت برای بچهای بایرن هست روی دروازه تیم آفتاب سرخ و آریان روبنی که نتونست کاری از پیش ببره. بچه‌ها خیلی خوبن، باید سعی کنیم خیلی تعلل نداشته باشیم، سری پاسکاری کنیم. محمد رضا مامانی کار میکنه با یانسن. خود یانسن از همونجا توپ به رضا حقیقی میسپره. ایسا تراوره کار میکنه با کلرک. فرصت باید حواسش باشه، خیلی لحظه‌ای کار میکنن بچهای بایر مونیخ، امکان داره که توپ راحت بتونن بگیرن. محمد رضا مامانی و عقب با روبرت ساها. قاسم حدادی فر کوتاه کار میکنه با کلرک در زمین خودی. ریبری به کلرک نزدیک میشه، چقدر خوب جاش گذاشت کلرک. پاس رو به جلوش فوق العاده افتضاح بود. آلابا کار میکنه با نویر. بالاخره تو دست بچهای بایرن افتاد. اردلان آشتیانی شوت زنم است، میزنه از راه دور و نویر توپو میگیره. برگشت توپ توسط یاران بایر مونیخ. آریان روبن توپ در اختیار داره. دامی حرکت کنه خیلی خطرناکه. فرصت برای دامی هست روی دروازه و آفرین به روبرت ساها، چقدر خوب توپو گرفت. رضا حقیقی توپ در اختیار داره، خودشو به تنگنا میکشونه. مساریچ کار میکنه با آسمیر آفدوکیچ. یانسن کوتاه با قاسم حدادی فر. همه روزنه ها رو بستن بچهای بایرن، اصلا نمیشه به سمت زمینشون حرکت کرد. وسط زمین توپو میگیرن بچهای آفتاب سرخ. ژابی آلونسو، تییاگو، آریان روبن. فرصت میتونه خطا باشه. بله داور خطا رو گرفت. ریبری از سمت چپ. فرصت برای بایر مونیخ. آلابا میتونه بفرسته توپ روی دروازه. خوبم این کار رو انجام میده. برگشت توپ از بچهای آفتاب سرخ. اردلان توپو در اختیار داره. محمد رضا مامانی. کاظمیان. حالا ایسا تراوره است که توپو در اختیار داره. کاظمیان راه میندازه مامانی رو. فرصت در محوطه جریمه. پاس رو به جلو و توپی که به اردلان نرسید. نباید از این موقعیت ها بد استفاده کنن بچهای آفتاب سرخ. فلیبلام مارتینز کوتاه با تییاگو. اردلان یه لحظه توپو گرفت، قدر توپو دونست. ایسا تراوره. فرصت برای بچهای تیم آفتاب و توپی که از کنار دروازه چیه؟ و خط طولی بیرون رفت. کلرک با رضا حقیقی کار میکنه. خود رضا خوب کار میکنه. کلرک سانتر انجام میده روی دروازه، خوبم میفرسته. چقدر هرچی کش اومد خودشو نتونست به تو برسونه. محمد رضا مامانی. 23 دقیقه 0-0. مانوئل نویر. مارتینز. خود نویر بلند ضربه سر از رضا حقیقی. ایسا تراوره خود حقیقی رو راه میندازه، شاید هم خوب این کار انجام میده. رضا حقیقی روی دروازه. فرصت برگشت توپ. حالا حدادی فر شوت زن. توپی که با اختلاف کم از بالای دروازه به بیرون میره. مانوئل نویر بلند به میانهای میدان. کار با رابرت ساها. باز هم حدادی فر توپ در اختیار گرفته. پاس کوتاه رو به جلو برای کاظمیان. جواد کاظمیان چی کار کرد اونجا، چقدرم خوب جا گذاشت، چه شوت قشنگی هم زد، ولی بس بالای دروازه به بیرون رفت. بچه خوب داریم بازی میکنیم خداییشه. مانوئل نویر واقعا ترسیدم خداییش، نمیخوام اولین بازیمو یه جور آبروریزانه‌ای ببازم جلوی چشتون. قاسم حدادی فر. آشتیانی. کاظمیان. پاس رو به جلو. مامانی. فرصت. مامانی. واکنش فوق‌العاده از مانوئل نویر. توپو خوب گرفت نویر. میبینیم ضربه رو. ضربه کرنر نمیخوام مساریچ بزنه، کاظمیان میاد. کاظمیان خوب میزنه. جواد کاظمیان خواهد فرستاد توپ رو روی دروازه. سانتر بلند برای ساها میفرسته. فرصت از همه گذشت. روبرت ساها توپو میگیره. نویر موقعیت. با چه اختلاف کمی توپ از کنار دروازه به بیرون رفت.
میبینیم صحنه رو. روبرت ساها زد، خوب گرفت، نویر توپو داشت دور میکرد، به تراوره خورد و با اختلاف خیلی کم از کنار دروازه به بیرون رفت. چه گل قشنگی میشه در گل میشد. مانوئل نویر بلند به میانه های میدان، 5 تا شوت به سمت دروازه بایرن داشتن. بایرن هنوز حمله انجام نداده. حدادی فر، کاظمیان، پاسش نرسید. یانسن توپ از اون سم در اختیار میگیره. سانتر بلند روی دروازه برای حقیقی، برگشت توپ تییاگو، باز هم قاسم حدادی فر، یه شوت از راه دور توپو میگیره نویر و برگشتش گل نمیشه. حالا بچهای بایرن که میتونن ضد حمله بزنن. آریان روبن فرصت میتونن ایجاد کنن که از دست رفت. بواتنگ در خط دفاعی کار میکنه با مارتینز، آلونسو، تییاگو، دامی، فرصت. چقدر خوب توپو برید یانسن. مساریچ بازی رو آروم میکنن بچهای آفتاب سرخ. آسمیر آفدوکیش دروازه‌بان خوب تیم آفتاب سرخ. قاسم حدادی فر، امکان داره که واقعا آسمیر آفدوکیشو با قیمت بالایی تیمای عربی یا اروپایی بخرن از آفتاب سرخ. خوب پوشش دادن بچهای تیم آفتاب. قاسم حدادی فر توپش نرسید. مامانی هم همینطور. موقعیت برای یاران بایر مونیخ هست. دامی توپ در اختیار داره، پشت محوطه جریمه، پاس رو به جلو. آریان روبن و توپی که درون دروازه قرار میگیره. روی یک ریباند فرانک ریبری دروازه رو باز میکنه و 1-0 میکنه کار رو. بایر مونیخ 1 آفتاب سرخ 0. خوب حمله کردن، خوب رو به جلو رفتن. ساها اگه اینجا توپو دور میکرد شاید این خطر رو دور میکرد، اما ببینید چقدر خوب جا گذاشت. چه پاس قشنگی. ضربه اول روبن آفدوکیش عالی گرفت ولی ریبری کاری جز گل زدن دستش بر نمی اومد. 1-0 برای بایر مونیخ در نیمه اول و در دقیقه 40 بازی. 5 دقیقه مونده تا پایان نیمه اول. کلرک توپ در اختیار داره در زمین خودی. رضا حقیقی کوتاه با خود کلرک کار میکنه دیگه. فکر کنم بی‌محابا و راحت حمله میکنن دیگه بچهای آفتاب سرخ. جواد کاظمیان حالا میبینه یانسن رو، چه پاس خوبی هم داد از سمت چپ. یانسن میتونه بفرسته، حالا همین کارو انجام میده کاظمیان و توپشو زدن کورنر برای تیم آفتاب سرخ. اینو بعد عوض میکردم که کلا کاظمیان به صورت دیفالت بزنه. جواد کاظمیان پشت توپ قرار گرفته. این بار چه خواهد کرد با این ضربه کورنر؟ سانتر بلند، این بار خوب میفرسته. ساها ضربه رو میزنه. فکر کنم کورنر تکرار شد از اون سمت. ببینیم صحنه رو. ضربه ساها بله به مدافع تیم بایرن اصابت کرد و به کورنر رفت. لئاندرو مساریچ سانتر خواهد فرستاد. خود مساریچ خوب میفرسته. این بار فرصت توی دروازه مدافع پیشتاخته آفتاب سرخ. روبرت ساها کارو 1-1 مساوی میکنه. چرا اصلا اول ازشم مساریچ کورنر رو بزنه؟ واقعا آخه خودش سرزن خوبیه، دلم میخواست واقعا بیاد سر بزنه، ولی سانتر فوق العاده انجام داد و ضربه سر ساها رو نویر با اینکه گرفت ولی ضربش انقدر زیاد بود که وارد دروازه شد. این چهره مانوئل نویر مغموم مدافع پیشتاخته آفتاب سرخ میشه. صحنه گل رو ببینیم. سانتر قشنگ مساریچ، ضربه سر ساها گرفت، نویر به مدافع خورد و گل شد. فکر کنم به بواتنگ خورد. ببینید این ضربه سر من گرفت خداییش نویر بنده خدا. اگه مدافع نمیخورد گل نمیشد. کار 1-1 مساوی است. آغاز دوباره بازی این بار توسط بچهای بایر مونیخ در واپسین لحظات نیمه اول بازنده به رختکن نرفت. تیم آفتاب سرخ. ریبری چیکار داره میکنه؟ خوب داره همه رو جا میذاره. دامی، روبرت ساها از گلش بخواد حراست بکنه. موقعیت برای روبن که به بیرون میره، از کنار دروازه به بیرون میره و کار 1-1 مساوی میمونه. آسمیر آفدوکیچ بلند به میانه های میدان و پایان نیمه اول. 1-1 مساوی. آفتاب سرخ 1 بایر مونیخ 1. امیدواریم در نیمه دوم بازی بهتری رو ببینیم. یه نگاه با آمار کنیم. 62% توپ در اختیار ما بود. خیلی عجیبه. من تا حالا جلوی تیم‌های ایرانی هم چه آمار خوبی نداشتیم، ولی خداییش خودمونیم حفظ توپ خوبی داشتیم، بازی مالکانه خوبی داشتیم. بازی 1-1 شوت 5 تا داشتیم اونا 2 تا، ببخشید 8 تا داشتیم اونا 3 تا. 5 تا شوت ما تو چارچوب بوده، یکیش گل شده. 2 تا توپ اونا توی چارچوب بوده، یکیش گل شده. خطا هم که یه دونه کلا ما داشتیم. 3 تا کورنر هم ما زدیم، یکیش گل شده. پاسای صحیح 81%، ما 77% مون. البته مالکیت آنچنانی نداشتن که دیگه بنده خدا بخوام چیز کنن. خب بریم به ادامه بازی برسیم. فعلا ترکیب خوبه
داره بازی میکنه، داره کار میکنه. خب می‌داریم نمیدونم بهتری داشته باشیم. بچهای بایرن در این نیمه چپ به راست میزنن. حقیقی همین اول کار توپو میبره. تراوره نتونست خیلی توپو نگه داره. بواتینگ توپو رسون. قاسم عددیفر نتونست جلوی دامی رو بگیره. فرصت جابی آلونسو توپو باز هم حقیقی میبره. چقدر خوب داره کار میکنه این رضا حقیقی. فرصت پاس رو به جلو. مارتینز توپو میخواد ببره که میبره. یک اشتباه. فرصت برای تراوره علی مانوئل نویره که توپو در اختیار میگیره. خیلی راحت نیست گل کردن این توپو جلوی مانوئل نویر. سولانو در زمین حریف توپو خوب گرفت. حدادی فر. کاظمیان به دنبال یار میگرده. خودش پاس رو به جلو به مامانی نمیرسه. فلیبلام توپو در اختیار میگیره. بالا هم برای ریبری. تییاگو یه مقدار بازی تدافعی تایی رو در دستور کار قرار دادن بچهای تیم بایرن. دامی بچه آفتاب سرخ برمیگردن. فکر کنم رحم میکنه خودش یهو حمله نمیکنه میذاره ما برگردیم. کاظمیان فرصت پاس رو به جلو نرسید به تراوره. البته پاس کاظمیان هم خیلی خوب نبود. ایسا تراوره میسپره به مامانی. محمد رضا مامانی واکنش فوق العاده از نویر. تییاگو آلونسو آلابا نمیخوان راحت تو این بازی دوستانه ببازن بچهای بایرن مونیخ. به کی؟ آفتاب صبح که اصلا شاید شناخته شده اصلا نباشه. خودمون هم نمیشناسیم. میشه برسه به تیمای آلمانی. اردلان آشتیانی رو به جلو. یانسن بد کار میکنه. تو ازش گرفتن. دامی پاس رو به جلو. سولانو یانسن مارتینز دامی. اونجا چیکار دارن میکنن بچهای دو تیم؟ داور خطایی هم نمیگیره. یانسن خودش میخواد توپو بگیره موفق نیست. روبرت ساهای که کارشو تکمیل میکنه. جواد کاظمیان پاس رو به جلو. پاسای تو عمقو خیلی خوب میگیرن بچهای تیم بایر. نمیذارن که تو عمق حرکت کنن بچهای آفتاب سرخ. یک توپ فوق العاده. سولانو به توپ میرسه نمیذاره. آفرین به روبرت ساها ولی پاسش انقدر بد بود که یار حریف توپو بگیره. سولانو فرصت برای بچهای بایرن. سولانو اونجا نباید پنالتی بدن بچهای تیم آفتاب. موقعیت برای دامی و برگشت توپ خیلی عالی انجام شد. فرصت حالا برای ضد حمله. اردلان آشتیانی پاس رو به جلو. کاظمیان راه میندازه محمد رضا مامانی رو. خود محمد رضا سانتر روی دروازش به مدافع میخوره و به نویر میرسه. 66 دقیقه 1-1 مساوی. ضربه سر حقیقی خوب بازی کرده امروز. رضا حقیقی سعی کرده خوب پرس کنه و خوب تو بگیره. یه دریبل میزنه. آیا آلابا رو جا میذاره یا نه؟ هنوز نتونسته. سانتر انجام میده روی دروازه برای کاظمیان و گل دوم برای آفتاب سرخ و ثمر رسید. بازی مالکانه این میشه نتیجهش. 2-1 برای آفتاب سرخ و کار فوق‌العاده رضا حقیقی بود که این موقعیت رو ساخت و ضربه سر جواد کاظمیان کار رو 2-1 میکنه. کامبک قشنگی زدن. درسته بازی دوستانه است ولی هیجانش بالاست. بچه خودمونیم جلوی تیمای لیگ ایران واقعا اینجوری من تا حالا محتاطانه بازی نکردم. فکر می‌کنم یه رو درواسی داریم. بازی رو دارم بهتون نشون میدم. این رو درواسیه یه کوچولو نذاشته که من خیلی بی خیال بازی کنم. بازی سازانه و مالکانه دارم انجام میدم. در کل 2-1 برای آفتاب سرخ. بعد سعی کنم دیگه این جملات معترضه وسط بازی رو هم نگم. کلا 0-0 گزارش بازی باشیم دیگه. حالا چون بازی اولم یکم شما به بزرگی خودتون ببخشید. جابی آلونسو بازی در دفاع برای بچهای تیم بایر مونیخ. آریان روبن 71 دقیقه. آلابا دامی جابی آلونسو فلیبلام خود فلیبلام سولانو محمد رضا مامانی توپ خوب گرفت. یانسن حالا کاظمیان میفرسته برای تراوره. اگه به توپ برسه تراوره. آلونسو یه لحظه اثر گذاشت اجازه نداد. 74 دقیقه باید سعی کنن حفظ توپ داشته باشن بچهای آفتاب سرخ و راحت توپ دست ندن. بایرن توپو به دست بیاره راحت نمیشینه. پاس رو به جلو. ایسا تراوره به توپ نمیرسه. تییاگو آلابا نزن آقای حقیقی. این داور این بازی دوستانه غیر دوستانه سرش نمیشه اخراج میکنه. فرصت برای آریان روبن موقعیت خوبی داره. ساها میخواد پوشش بده. فرصت عالی پوشش داد. خیلی خوب پوشش داد روبرت ساها. پاسکاری فوق العاده و آخریش نرسید. اما حقیقه است همونجا باید میداد کاظمیان. کلرک توپو میگیره. فرصت
رو به جلو رضا حقیقی، پاس رو به جلو، فرصت برای عیسی تراوره پاس رو به بیرون، چقدر بد داد. میتونست با بگیره کاظمیانو، گل سوم بزنه خیال همه رو راحت کنه. یا خدا، دامی حرکت میکنه، میتونه تک به تکم بشه. یانسن عالی بود حرکتش. مامانی نتونست با برسونه. 83 دقیقه. سولانو، روبن، فرصت برای روبن، دست بردار نیست. مساریچ عالی کار کرد. گل اول و 2 تا مدافع زدن، گل دوم یه هافک و یه مهاجم. موقعیت، بذار آفدوکیچ بگیره توپو. خدا آسمیر آفدوکیچ. 86 دقیقه. بلند ضربه سر اول از اردلان آشتیانی. سولانو، دامی، روبرت ساها یه لحظه به توپ رسید. مامانی توپو میگیره، فرصت برای کاظمیان، پاس رو به جلو. عیسی تراوره تک به تک با دروازه‌بان، میخواست چیپ بزنه که نویر عالی عمل کرد. راحت میتونست کار رو تمام بکنه عیسی تراوره، ولی در آخری لحظه نویر خیلی خوب کار کرد. اینجاست تفاوت دروازه‌بان حرفه‌ای واقعا با یه دروازه‌بان آماتور. سولانو، پاس رو به جلو. حالا میتونن حسرت موقعیت گل نشدهشون رو بخورن. نه نذاش یانسن، نذاش. و پایان این دیدار پیروزی شیرین بچه آفتاب سوخت توی بازی دوستانه در برابر بایر مونیخ آلمان. امیدوارم که از دیدن این بازی لذت کافی رو برده باشید. من به همراه تمامی همکارانم از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار نگهدار همه شما است. خب بچه این بازی به صورت رسمی تمام شده بود. خب روبرت ساها بهترین بازیکن میدان مثل خیلی دیگه از بازی‌هایی که من دارم انجام میدم. البته این هم در نظر بگیریم نویر امتیاز 6.5 شد، امتیاز خوبی رو گرفت. کاظمیان هم امتیازش خوب شد. یانسن هم امتیازش خوب شد. تیم حریف که کلا غیر از نویر اونای دیگه از 5.5 بالاتر نبودن. واقعا این نشون از بازی خوب ما داره. دمتون گرم که با من همراه بودید، خیلی ممنون. این بازی دوستانه اول بود بچه‌ها، تازه هیجان قراره انجام بشه. ما توی فصل جدید هم توی لیگ قهرمانان آسیا هستیم، هم توی لیگ هستیم، هم توی جام حذفی. منتها چون لیگ قهرمانان آسیا رو فصل پیش به استقلال توی نیمه نهایی باختیم، استقلالم رفت فینال رو نتونست ببره، به تیم وی یونایتد توی به اصطلاح لیگ قهرمانان توی فینال لیگ قهرمانان باخت. به خاطر همین ما امسال تو جام باشگاه جهان نیستیم و از آسیا قرار تیم وی یونایتد بره. حالا این وی یونایتد من نمیدونم تیم کجاست، احتمالاً اسم یه سری از تیم‌های آسیایی که ناشناخته‌ان رو احتمالاً عوض کنم. دمتون گرم که با من همراه بودید، خیلی ممنون و متشکرم. ان شاءالله توی ویدیوهای بعدی باز در خدمتتون هستیم. یا حق، خدا نگهدار.